از دستش هرس میخوردم، اما خیلی هم میترسیدم از آشچی دده. حتی یک بار هم حرفش را زمین نینداخته بودم، یعنی تا امشب. این بار همین که آشچی دده پشتش را به من کرد از مطبخ زدم به چاک. پاورچین پاورچین به اتاقی که مهمان در آن بود نزدیک شدم. خیلی دلم میخواست این درویش را که یک دفعه سر و کله‌اش پیدا شده بود بشناسم. کی بود؟ چه کاره بود؟ قلندری بود؟ اینجا دنبال چی میگشت؟ به بقیه درویش های خانقاه اصلا شبیه نبود. در چشمهایش نوعی نگاه سرکش بود، زنده، آسی و بیباک. حتی موقعی که از فروتنی سرش را خم می کرد این نگاه از میان نمی رفت. حالش چنان پرشور و چنان غریزی بود که آدم هم اسیر جادویش می شد، هم از وجودش به واهمه می افتاد. به اتاق که رسیدم دیدم در بسته است. از سوراخ در نگاه کردم. اولش که چیزی ندیدم، اما چشمم که به تاریکی عادت کرد توانستم صورت کسانی را که توی اتاق بودند تشخیص بدهم. کمی بعد بابا زمان از شمس پرسید: حالا تعریف کن گذارت چطور به بغداد افتاد؟ نکند این وضعیت را در خواب دیده ای؟ درویش سرش را تکان داد: نه، در خواب ندیدم. راستش من اصلا خواب نمی بینم. بابا زمان مهربانانه گفت: همه خواب می بینن، اما بعضی ها یادشان نمی ماند. این که یادت نمی ماند به این معنا نیست که خواب نمی بینی. شمس تکرار کرد: اما من خواب نمی بینم. بخشی از قول و قراری است که با خدا گذاشتم. در کودکی شاهد آن بودم که بعضی اسرار کائنات یکی یکی پیش چشمانم آشکار می شود. موضوع را به پدر و مادرم گفتم، اما آنها خوششان نیامد و گفتند خیالاتی شده ای. گفتم رازم را با دوستانم در میان بگذارم، اما آنها هم گفتند یا خیالاتی شدی یا دروغگو. با معلم‌هایم مشورت کردم، اما عکس العمل آنها هم فرقی با بقیه نداشت. سرانجام فهمیدم آدمیزاد وقتی حرفی درباره حالتی خارق‌العاده میشنود میگوید یا خیال است یا رویا و از آن میگذرد. درویش تا این را گفت انگار صدایی شنیده باشد یک دفعه سکوت کرد. بعد اتفاق عجیبی افتاد. ایستاد، کمرش را راست کرد، آرام آرام طوری که انگار میداند به کجا باید برود به طرف در چرخید و به طرف من آمد. در تمام این مدت هم مدام به جایی که من ایستاده بودم نگاه میکرد. انگار به شکلی فهمیده بود من آنجا هستم و مخفیانه نگاهشان میکنم. انگار میتوانست پشت در چوبی را ببیند. قلبم مثل گنجشک میزد. لحظه‌ای به سرم زد فرار کنم و به مطبخ بروم، اما دستهایم، پاهایم، تمام بدنم لمس شده بود. نگاه های شمس تبریزی در را سوراخ می کرد و به فراسوی آن می رفت. ترسیده بودم، اما در این حال نیروی عظیم همه ذرات وجودم را پر می کرد. شمس نزدیک شد. دستش را به طرف دستگیره در دراز کرد. اما درست همان موقع که می توانست در را باز کند و مچ مرا همانجا بگیرد ایستاد. آنقدر نزدیک شده بود که نگاه کردن از سوراخ در هم دیگر فایده‌ای نداشت. نمی توانستم صورتش را ببینم. آنطور منتظر ماندن به نظرم مثل عذاب قبر آمد. نفسم را حبس کردم و همانطور ماندم. در همان حال بودم که شمس باز دوباره همانطور ناگهانی چرخید و از در دور شد و در همان حال حکایتش را ادامه داد. سرانجام از خدا خواستم که دیگر خواب نبینم. اینطوری دیگر هر وقت با نشانه روبرو می شدم یا برای کشف به عالم دیگر می رفتم مطمئن بودم که خواب و رویا نمی بینم. خدا خواستم را پذیرفت. فرشته رویا را از من گرفت. برای همین است که اصلا خواب نمی بینم. شمس الان طرف دیگر اتاق بود. جلوی پنجره که باز بود ایستاده بود. بیرون نم نم باران می آمد. غرق در فکر به باران نگاه کرد و گفت
خدا فرشته خواب دیدن را از من گرفت، اما در عوض این کمبود اجازه داد خوابهای دیگران را تعبیر کنم. با خود گفتم بابا زمان این چرت و پرت ها را باور نمی کند. گمان کردم او را هم مثل من که همیشه سرزنشم می کند سرزنش خواهد کرد. اما مرشد با ادب و نزاکت سرش را خم کرد و گفت به شخصیتی خارق‌العاده میمانی. بگو ببینم چه کاری میتوانیم برایت انجام دهیم؟ نمیدانم. راستش منتظر بودم شما جواب این سال را به من بدهید. بابا زمان پرسید منظورت چیست؟ به نظر گیج شده بود. حدود 40 سال است درویشم. همه نوع چرنده و پرنده و درنده را می شناسم. اگر مجبور شوم مثل حیوان بیابان می جنگم. اما باعث زحمت کسی نمی شوم. برج‌های آسمان و قارچ‌های جنگل و علف‌های صحرا و ماهی‌های دریا را می توانم نوع به نوع بشمرم. انسان را که خدا به صورت خودش آفریده می توانم بخوانم مثل کتابی مبین. شمس مدتی لب فرو بست. منتظر ماند تا مرشد چراغ را روشن کند. بعد حرفش را ادامه داد. زیرا یکی از قواعد 40گانه است. قاعده 4: صفات خدا را می توانی در هر ذره کائنات بیابی، چون او نه در مسجد و کلیسا و دیر و صومعه بلکه هر آن همه جا هست. همانطور که کسی نیست که او را دیده و زنده مانده باشد، کسی هم نیست که او را دیده و مرده باشد. هر که او را بیابد تا ابد نزدش میماند. در کورسوی لرزان چراغ قامت شمس تبریزی انگار بلندتر شده بود. گیسوانش موج در موج روی شانه‌هایش ریخته بود. اما علم لدنی اگر به جایی جاری نشود به آب تلخی میماند که ته گلدان جمع می شود. به درگاه خدا بسیار دعا کردم رفیق همرازی نصیبم سازد تا علمی را که درونم انباشته شده با او قسمت کنم. آخرین بار در کاروانسرای نزدیک سمرقند رازی در گوشم زمزمه شد. گفتند برای تجلی سرنوشتت به بغداد برو. مطمئنم شما به من خواهید گفت که از این به بعد به کدام جهت باید بروم. امروز نشد فردا. شب شده بود. ماه در آمده بود. مهتاب از پنجره به داخل میتابید. متوجه شدم خیلی دیر شده. حتما آشتی دده دنبالم میگشت. اما برایم مهم نبود. دوست داشتم یک بار هم که شده قواعد را زیر پا بگذارم. بابا زمان زیر لب گفت نمیدانم منتظر هستی چه جور جوابی بدهم، اما اگر آگاهی است که من باید به تو بدهم، لابد زمانش که برسد همانطور هم خواهد شد. تا آن زمان می توانی پیش ما بمانی. مهمانمان باش. شمس با احترام خم شد و دست بابا زمان را بوسید. درست همان موقع مرشد هم آن سوال عجیب را پرسید. میگویی آماده‌ای همه علمت را به یکی دیگر منتقل کنی. میخوایی اندوختت را که به جواهر میماند در دست بگیری و به کسی هدیه کنی. اما قلب دیگری را به نور معنویات سوزاندن بهایی دارد. در عوضش چه میتوانی بدهی؟ تا عمر دارم جواب درویش را فراموش نخواهم کرد. ایستاد، مؤدبانه و آرام گفت سرم را. حاضرم در عوضش سرم را بدهم. عرق سرد بر تیره پشتم نشست. تکانی خوردم و خودم را عقب کشیدم. وقتی دوباره چشمم را به سوراخ در نزدیک کردم، دیدم مرشدمان هم جا خورده. بابا زمان آه کشید. برای امروز همینقدر صحبت کافی است. خسته ای؟ بگذار این شاگرد موقرمز را صدا کنم رخت خوابت را نشانت دهد و برایت ملافه تمیز و شیر بیاورد. شمس تا این حرف را شنید دوباره به در نگاه کرد. نگاههایش را باز تا استخوانهایم حس کردم. انگار دیوارها را سوراخ می‌کرد و می‌گذشت. نه فقط آن سوی در، بلکه عمیق‌ترین و پنهان‌ترین حالتهای روحم را می‌کاوید و رازهایی را می‌یافت که حتی بر خودم پوشیده بودند. ترس وجودم را فرا گرفت. شاید هم جادوی سیاه می‌دانست.
انگار هاروت و ماروت، دو فرشته مشهور بابل که قرآن کریم میگوید از آنها بپرهیزید، به شمس تبریزی آموزش داده بودند، یا اینکه فن دیگری بلد بود و میتوانست آن سوی دیوارها را ببیند. به هر حال مرا که میترساند. شمس گفت: لازم نیست شاگرد مو قرمز را صدا کنی. حسی درونی به من میگوید او همین نزدیکی هاست و به حرفهایمان گوش میکند. از شگفتی صدای غیرعادی از دهانم درآمد. دست پاچه شدم و به طرف باغچه دویدم. نگو آنجا هم بلایی که اصلا حدسش را نمیزدم منتظرم بود. آشچی دده فریاد زد: ای بی سر و پا، پس اینجایی؟ بعد با جاروی دسته‌دار دنبالم کرد. توی بد درد سری افتاده ای، پدرت را در میآورم، بیا اینجا. در لحظه آخر جا خالی دادم و مثل برق و باد از باغچه فرار کردم. وقتی با تمام نیرو در کوره راهی می‌دویدم که خانقاه را به شاهراه متصل می‌کرد، صورت شمس تبریزی از جلوی چشمم محو نمی‌شد. از کجا فهمیده بود به حرفایشان گوش می‌کنم؟ مگر این مرد جادوگر بود؟ حتی وقتی فرسنگ‌ها دور شده بودم، ایستادن به کنار، حتی نتوانستم یواشتر بدوم. قلبم انگار از دهانم می‌خواست بزند بیرون. لب و زبانم خشک شده بود. تا زمانی که از پا بیفتم و نفسم بند بیاید دویدم. الا بوستون، 21 می 2008. الا شیشه خالی به دست و ملت عشق به بغل خوابش برده بود. دیوید صبح که به خانه آمد او را در این وضعیت پیدا کرد. لحظه‌ای به نظر رسید می‌خواهد به تخت خواب نزدیک شود و روی زنش پتوی چیزی بکشد. اما انگار فکرش را عوض کرد و سریع به طرف حمام رفت. 10-15 دقیقه بعد الا خودش بیدار شد. صدای دوش گرفتن شوهرش در حمام متعجبش نکرد. دیوید ممکن بود به خانه زنهای دیگر برود. حتی ممکن بود با آنها باشد. اما هر روز صبح بدون استثنا دوشش را در خانه خودش می گرفت. همانطور دراز کشیده در تخت خواب به صدای ریزش آب گوش داد. کمی بعد صدای در حمام را شنید. دوباره چشمهایش را بست و خودش را به خواب زد. اینطوری نه او مجبور می شد از شوهرش بپرسد چرا دیشب به خانه نیامده و نه شوهرش مجبور می شد جوابش را بدهد. حدود 1 ساعت بعد که دیوید و بچه ها از خانه بیرون رفتند، الا باز در آشپزخانه تک و تنها ماند. انگار رودخانه زندگیش در مسیر همیشگی جریان داشت. کتاب آشپزی مورد علاقه‌اش را باز کرد. هنر آشپزی آسان. بعد از آن که طرز تهیه چند غذا را با دقت خواند، صورت غذای سختی انتخاب کرد که تا ظهر سرش گرم باشد. سوپ میگوی زعفرانی با نارگیل و پرتقال، 5 نوع ماکارونی با سس قارچ و سبزی تازه، دنده گوساله سرخ شده در سرکه با سیر فراوان، سالاد تربچه و کلم با خامه. بعد تصمیم گرفت 1 نوع شیرینی هم بپزد. سوفله با شکلات گرم. دلایل زیادی داشت که آشپزی را اینقدر دوست داشته باشد. غذا پختن تنها کاری بود که در آن مهارت داشت و به تنهایی میتوانست انجامش بدهد. تازه باعث آرامشش هم میشد. گویی با وسایل عادی غذایی لذیذ و لطیف پختن و سفره‌ای زیبا چیدن روح انسان را نوازش میکند. وقتی در آشپزخانه مشغول غذا پختن میشد، از مرزها و محدودیت‌های زندگی روزمره که اسیرش شده بود رها میشد. آشپزخانه تنها جایی بود که می توانست از دست دنیای خارج به آن پناه ببرد و زمان را آنطور که می خواهد تنظیم و متوقف کند. شاید لذتی را که بعضی آدم‌ها از عشق بازی می برند، الا از آشپزی می برد. تازه بی آن که نیازی به نفر دوم باشد، برای پختن غذا فقط به کمی وقت، کار و وسایل نیاز بود.
همین و بس. تقریبا همه برنامه‌های آشپزی تلویزیون را تماشا می‌کرد، اما هیچ کدام به نظرش واقعی نمی‌رسیدند. این که در این برنامه‌ها غذا پختن را با ابداع، خلاقیت، حتی دیوانگی یکی می‌دانستند، به نظرش عجیب می‌رسید. آشپزخانه آزمایشگاه که نیست. بگذار دانشمندها آزمایش بکنند، هنرمندها عجیب و غریب باشند. آشپزی اما چیز دیگری است. برای این که آشپز خوبی باشی نه آزمایش لازم است نه دیوانه بودن. کسی که می‌خواهد غذای خوب بپزد اول باید الفبای کار را یاد بگیرد. هنر آشپزی محصول سالها حتی قرنها تجربه است. انسان باید به جای اختراع چیزهای جدید به تجربه موجود احترام بگذارد. با آنکه عادتهای قدیمی یا آموزه‌های کلاسیک در عصر مدرن به نظر هیچ کس جذاب نمی‌رسد، الا روبینشتاین در آشپزخانه زنی کاملا سنتگرا بود. در اصل الا کلاً به عادتهایش وابسته بود. تقریباً هر روز سر ساعت معینی صبحانه می‌خوردند، تعطیلات آخر هفته به مرکز خرید ثابتی می‌رفتند و اولین یک شنبه هر ماه با همسایه‌ها بساط کباب به راه می‌انداختند. از آنجا که دیوید عاشق کارش بود، همه کارهای خانه به گردن الا می‌افتاد. حساب و کتاب مخارج را او نگه می‌داشت، مبلمان را او عوض می‌کرد، همه احتیاجها را او برطرف می‌کرد. هر وقت در خانه تعمیرات لازم می‌شد، او با عمل بنا سر و کله می‌زد. او بچه‌ها را به باله، بسکتبال، تنیس و مهمانی‌های جشن تولد می‌برد. برای انجام دادن تکالیف خانه او به بچه‌ها کمک می‌کرد و برای اینکه هیچ کدام از این کارها لنگ نماند، مدام در حال برنامه ریزی بود. پنجشنبه‌ها عصر الا به باشگاه آشپزی می‌رفت که زن‌های خانه‌داری مثل خودش تشکیل داده بودند. اعضای باشگاه غذاهای کشورهای مختلف را بررسی می‌کردند. دستورهای آشپزی قدیمی را با چاشنی‌های جدید امتحان می‌کردند و ظرایف آشپزی را یاد می‌گرفتند. جمعه‌ها هم چند ساعت از وقتش را در بازار محصولات طبیعی می‌گذراند. با مزرعه‌دارها درباره محصولاتشان صحبت می‌کرد، مرباهای کم شکر را امتحان می‌کرد یا برای کسانی که مثل خودش به آشپزی علاقه داشتند، مثلا پختن قارچ پرتبالای ریز را با جزئیاتش تعریف می‌کرد. موقع برگشتن از بازار، اگر در فهرست خریدش چیزی جا مانده بود، از سوپرمارکت سر راه می‌خرید. شنبه‌ها هم دیوید الا را برای شام بیرون می‌برد. بیشتر وقتها به رستوران تایوانی یا رستوران ژاپنی. به خانه هم که برمیگشتند، اگر خسته، مست یا ناراحت نبودند، تماس‌های کوتاه و دستپاچه، نوازش‌های سطحی و دیگر میتوان گفت هفته‌ها و ماه‌ها کاری به کار همدیگر نداشتند. الا این را هم طبیعی میدانست که پس از سالهای طولانی زندگی زناشویی گرایش زوجها به یکدیگر کم شود. اما انگار شوهرش جور دیگری فکر میکرد. اینطور که به نظر میآمد دیوید نسبت به زنش سرد شده بود، اما بعدش نمیآمد با دیگر زنها باشد. تا امروز الا آشکارا از دیوید نپرسیده بود که به او خیانت می کند یا نه. یعنی تردیدهایش را بروز نداده بود. اینکه حتی نزدیک ترین دوستانشان از وضعیت بیخبر بودند باعث می شد راحت تر خودش را به ندانستن بزند. مجبور نشده بود به کسی توضیح بدهد. با رسوایی ها یا شایعه های شرم‌آور مواجه نشده بود. پیدا بود دیوید کارهایش را چنان بی سر و صدا و مخفیانه انجام میداد که کسی کمترین بویی نبرده بود. اما هر قدر هم که مخفی کاری کنی، خیانت بوی خاص خود را دارد و الا این بو را تشخیص میداد. راستش الان که به گذشته نگاه میکرد برایش سخت بود رابطه علت و معلولی قضیه را مشخص کند. اول کدام پیش آمده بود؟
چون شوهرش به او خیانت کرده بود او هم دیگر به خودش و بدنش اهمیت نمیداد؟ یا اینکه ابتدا او نسبت به تناسب اندام و کلاً خودش و بدنش بی‌اعتنا شده بود و بعد دیوید به دیگر زنها تمایل پیدا کرده بود؟ درست نمیدانست. به هر حال نتیجه یکی بود. پس از گذشتن 20 سال و داشتن 3 فرزند، چراغ زندگی مشترکشان خاموش شده بود. در 3 ساعت بعدی الا همانطور که 1000 جور فکر و خیال توی سرش وول میزد، آرام آرام آشپزیش را هم میکرد. گوجه فرنگی قاچ کرد، سیر له کرد، پیاز سرخ کرد، سس جوشاند، پوست پرتقال رنده کرد و خمیر درست کرد. نصیحتی را که مادر دیوید در روز نامزدیشان کرده بود هیچ وقت فراموش نمی کرد. هیچ چیزی مثل نون تازه مردو به خونش وابسته نمی کنه. مبادا از سوپرمارکت نون بخری. نونو خودت بپز، بعد می بینی چه معجزه ها می کنه. الا که تمام بعد از ظهر را کار کرده بود، سفره سنگین و رنگین و زیبا چید. دستمال سفره‌های کاغذی را به شکل مثلث تا کرد. شمع‌های عطری روشن کرد. با گل‌های سفید و زرد دسته گلی پهن و زیبا درست کرد و در وسط میز گذاشت. بعد هم دستمال‌های پارچه‌ای را لوله کرد و توی حلقه‌های فلزی گذاشت. سرانجام کارش که تمام شد، میز شام عیناً شده بود مثل میزهایی که در مجله‌های دکوراسیون عکسشان را می‌اندازند. خسته شده بود، اما ارزشش را داشت. وقتی دید کاری برای انجام دادن نمانده، تلویزیون آشپزخانه را روشن کرد و به تماشای اخبار محلی نشست. در 24 ساعت گذشته در بوستون روانشناس جوانی را در خانه‌اش چاقو زده بودند. در بیمارستانی آتش سوزی شده بود. 4 دانش آموز دبیرستانی را به دلیل نوشتن کلمات نامناسب روی دیوارها و مجسمه ها بازداشت کرده بودند. الا هر خبر جدیدی را که میشنید کمی نگرانتر میشد. حتی در شهرک‌های حومه هم که امن‌ترین جاهای آمریکا به حساب می آمدند، وضعیت اینطور ناامن است. آن وقت آدم‌هایی مثل عزیز چطور جرأت می‌کنند به مناطق عقب افتاده دنیا بروند؟ پیدا بود عجیب و پیشبینی ناپذیر بودن وقایع سبب می شود آدم‌هایی مثل خودش با نگرانی خودشان را در گوشه خانه حبس کنند. اما همین شگفتی‌های دنیا باعث می شود آدم‌هایی مثل عزیز از سیاحتی به سیاحت دیگر، از ماجرایی به ماجرای دیگر کشیده شوند. همین وضعیت بیش از هر چیز دیگری مایه حیرت الا می شد. چطور می شود علتی واحد 2 معلول اینقدر متفاوت به بار آورد؟ خانواده روبینشتاین شب ساعت 7:30 دور میز شام که به قاب عکسی بی نقص میمانست نشستند. شمع‌های روشن به اتاق پذیرایی حال و هوایی شاعرانه و شیک بخشیده بود. اگر الان کسی می آمد و از پشت پنجره آنها را می دید، گمان می کرد خانواده‌ای بی نقص و به اندازه نور شمع‌ها ظریفند. حتی نبودن ژانت باعث نشده بود این تابلوی خوشبختی دچار خلل شود. اورلی و ایوی بی وقفه درباره اتفاقات مدرسه حرف می زدن. الا یک بار هم که شده از پرچانگی دوقلوها خوشحال بود. خودش را مدیون بچه ها می دانست که پرتگاه سکوت میان او و شوهرش را پر کردند. با گوشه چشم دیوید را تماشا کرد که چنگالش را در میگو فرو می کرد. به دهان می برد و بعد آهسته آهسته می جویدش. شوهرش را کنار زنی دیگر مجسم کرد. معلوم نبود چرا زنی که مجسم می کند منشی جوان دیوید نیست، بلکه یکی از ستاره های هالیوود جولیا رابرتس است. زن سبزی که در ذهنش جان می گرفت هیکلی ورزشکاری داشت و خیلی از خودش مطمئن بود. آنقدر آرایش کرده بود که صورتش برق می زد. باز در خیال خودش شوهرش را دید که کنار آن زن نشسته و درست در همان موقع و همان جا در حالی که غذایش را که طبق دستور کتاب هنر آشپزی آسان پخته بود می‌خورد و شوهرش را با آن زن پیش چشم مجسم می‌کرد،
انگار فیوزی در کله الا پرید. با خونسردی کامل متوجه واقعیتی شد. بله، شاید آدمی بی جربزه و بیش از حد وابسته به خانواده‌اش بود. بله، شاید در طول زندگی یاد نگرفته بود روی پاهای خودش بایستد. اما ممکن بود روزی ناگهان همه چیز و همه کس را رها کند و برود. آشپزخانه‌اش را، سگش را، کلوچه های زنجبیلیش را، شمع‌های معطرش را، بچه هایش را، خانه شیکش را، همسایه هایش را، مهمانی های به صرف کباب را، کتاب های آشپزی ردیف شده روی تاقچه هایش را. می توانست همشان را همان جور بگذارد و با یک چمدان از این در بیرون رود. می توانست مثل ماهی به دنیای مملو از هرج و مرج بیرون شیرجه بزند. بله، الا روبینشتاین آن شب فهمید که روزی به شکلی کاملا غیر منتظره ممکن است طاقتش تاق شود و خودش را در دنیای دیوانه‌ای بیابد که سالها بود با کنجکاوی و نگرانی و پیش داوری‌های فراوان در برنامه اخبار تلویزیون به تماشایش می نشست. استاد، بغداد، 26 رجب 640. 9 ماه است که به ما ملحق شده. اوایل گمان می کردم شمس هر آن ممکن است به سرش بزند، کاسه کوزش را جمع کند و برود. مثل روز روشن است که قواعد خشک خانقاه حوصله‌اش را سر می برد. می توانم ببینم که در ساعتی مشخص خوابیدن و بیدار شدن، در ساعتهای مقرر غذا خوردن و تابع مقررات دیگران بودن تا حد مرگ آزارش می دهد. عادت دارد مانند پرنده آزاد و مستقل باشد. زندگی در خانقاه کاسه صبرش را لبریز می کند. راستش منتظر روزی بودم که فرار را برقرار ترجیح بدهد، اما هیچ جا نرفت. آرزوی یافتن آینه روحش، همراز و همدلش چنان عمیق است که همه اینها را تحمل می کند و صبورانه منتظر مانده. ایمان دارد که روزی به او خواهم گفت که به کجا و نزد چه کسی باید برود. در پرتو این ایمانش با ما مانده. در عرض این 9 ماه او را از نزدیک زیر نظر داشتم. زمان برای او انگار طور دیگری جریان دارد، سریعتر و غنی‌تر. مسئله‌ای را که دیگر درویش‌ها برای درکش به هفته‌ها و گاه ماه‌ها زمان نیاز دارند، شمس تبریزی در چند ساعت درک می‌کند. با کنجکاوی فراوان به هر چیز نو و غیر عادی علاقه نشان می‌دهد. هر روز صبح بیرون خانقاه می‌گردد و مدت‌های طولانی غرق تماشای طبیعت می‌شود. بیشتر وقتها او را در باغچه در حال تماشای تار عنکبوت یا قطره‌های شبنم نشسته بر گلی تازه شکفته می‌بینم. حشرات، گیاهان، بلورها، سمغ‌ها، خارها و به طور کلی طبیعت در نظر شمس از کتاب‌ها و رساله‌ها جذاب‌تر و الهام بخش‌تر است. اما درست همان موقع که فکر می‌کنم به کتاب خواندن علاقه زیادی ندارد، یک دفعه می‌بینم دست‌نوشته‌ای 100 ساله به دست گرفته و با دقت و وسواس معنای کلمات و حروف را تک به تک در می‌آورد. شب و روز بیخوابی می‌کشد تا بیشتر مطالعه کند. بعد باز می‌بینم هفته‌ها گذشته ولای هیچ کتابی را باز نکرده. علت را از خودش پرسیدم. چنین گفت: انسان باید عقلش را کودکی گرسنه و محتاج بداند و با قاشق قاشق علم سیرش کند. اما همانطور که بعضی غذاها برای کودک سنگین است، بعضی آگاهی ها هم برای عقل سنگین است. این را هم نباید فراموش کرد. نگو یکی از قواعد 40گانه‌اش در این موضوع بوده.